خیلی مخلصیم بچه ها. اینجا اولین بندرگاه تجاری کیش بوده. خب شهر باستانی حریره همی پشت اونجا هست. اینجا مربوط به هم اونجا میشه. بندرگاه تجاری کیش بوده. ببینید سازهاش هنوز هست. یه سری تونلا داره که از پایین وصل میشده به، از اینجا از کنار دریا وصل میشده به زیر بندرگاه. حالا کارهایش رو دقیق نمیدونیم چی بوده. نگاه کنید اینجا مثلا پله درست کردن میرفته پایین وصل میشده به دریا و اینا. فکر کنم اینجا قایقا میومدن بارگیری میکردن یا بارشون اینجا خالی میکنن پله میدادن بالا. خیلی جای باحال و جالبیه، جای تاریخیه، خیلی خفنه. حالا یه سری افسانه ها میگه از این تونلا که وصل میشده به اینجا میومده مثلا جن و نمیدونم پری دریایی و یه چیزا میومده. نگاه تونل میبینید، از این تونلا میومده، راز یاد داره، میومده پری دریایی بالا بچه ها رو میبرده و ای حرف. حالا ما میخوایم از این تونلا بریم پایین، بریم تو دریا ببینیم چجور. بچه ها اگه کیفیت فیلم در ادامه اومد پایین میخوایم با گوپرو فیلم بگیریم دیگه ادامهش، چون اونجا دیگه میریم داخل دریا، میریم دور تا دورش از دریا و اینا براتون فیلم میگیریم ببینیم چجوره. یه نمای دورتر از بندرگاه حریره که کجا قرار گرفته. اینجا قبلا برج دیدبانی بوده، یه برج هم اونوره اونجا هم میبینید. اینا همه جز اینجا بوده بندرگاه. 2-3 تا مثل حالت استخر اینجا هست. اونجا هم شهر باستانی حریره است بچه ها که قدمتش تقریبا به 1000 سال میرسه. فکر میکردین جزیره کیش یه جور جایی داشته باشه؟ خیلی باحاله. ما به سختی اومدیم پایین. اینجا هم از این ور راه داره که فکر کنم بسته است، هم از این ور راه داره میره تو دریا. حالا خدا کنه جک جونور نخورتمون، ماری، عقربی، روتیلی، جن پیشکش. یاللهی هم البته یالله بگه جنا سرشون روسری باشه و اینا. جای خوفناکیه ناموسن. باید بریم توی سولاخو. خداحافظ بچه ها. ما فینو ماسک و اسنورکل و چیزا همونو گذاشتیم تو درای بگ که یا اول اینجا دیگه وسط های تونل آب هست که داشتیم میرفتیم. اونجا که رسیدیم بپوشیم و وسیله همونو نگاه کن. پشتون ناموسن جونور نخورتم. از اونجا باید بریم جلو. آقا ما از اینجا دیگه داریم وارد تونل وحشت میشیم. یواش یواش بریم جلو ببینیم چه خبره. شرجی هم هست، نفسمون داره میگیره. بچه ها شب نگاه اینجا تا اینجا آب میاد شبا، یعنی شب که نه، کلا موقع مد تا اونجا آب میاد که من بودم. ای وای ببین اینجا یکم گیر میکنیم ولی میشه رفت. خب بچه ها اینجا یه هواکش داره، باشه نفسی میگیریم. بچه ها این کار خطرناکه، شما این حرکت رو انجام ندید. خب چون اینجا موج میزنتتون توی صخره، زیر صخره گیرتون میندازه، خدای نکرده او غرق. خب این کارو ما کردیم ولی شما نکنید. حالا دیگه اینجا به بعد شما با گوپرو میخوان فیلم بگیریم. چه قشنگه خدا، اینجا نگاه آدم لذت میبره. یک کار بچه همون هم داره با وسیله هاش میاد نریزه رو سرمون. بچه ها خیلی گرم، خب خیلی گرم، عرق تویدیم شرجیه برم هوایی پایین هم خورده دمه. همون داره میگم نگاهی
او پشتو اومدیم بچه این نریزه رو سرمون. نگاه سنگه رو ببین بچه او تا اومدیم اینجا دیگه میخوریم به آب. ماسک اسنورکل هم همراهمون برداشتیم که دیگه آقا ناموسن نگاه اینجا بکن. آدم حال میکنه چجوری اون زمان تراشیدن اینجا رو. نگاه کن چه باله، اصلا خیلی خفنه. نگاه کن یه از اونجایی که اومدیم یه هم اینجا. نگاه چه باله اینجا. بچه ها از اینجا جایی که میبینید خب اینجا برم بیرون. چجورم موج میزنه باید سریع برم این نخورم صفا شت پت بشم. بچه اومدیم بیرون هم اونجا. نگاه کن یه اسکلهی بالاش میشه. خب دیگه حالا اینجا رو دور میزنم، دورشو نشون تو میدم ببینیم چه خبره. بچه اینجا رسیدیم دوباره به یه قسمت دیگه و پایین بس میشه و بالا یه پرچم. نگاه چه بال کار کرده بودن ناموسن. این نگاه اینجا پله داره، جاش پله داره میره بالا. جا همش می اومدن بار و اینا هم گرفتن، اینجا بارگیری میکردن. چه بال اینا. بچه ها اینجا بریم ببینیم این بیرون چه خیلی. بچه ها نگاه خدایی چه باله کار دست انسان ها. زیرش نگاه اینجا رو میبینی این زیرا جا دست داشته توی مسکنه وسیله داشتم همه جا. خیلی خفن بود.